34 سال پیش، یعنی در سال 1991، World Wide Web یا همون اینترنت جهانی برای اولین بار آنلاین شد. اونم با چه اسمی؟ info.cern.ch. چون World Wide Web در کجا ساخته شده بود؟ در سرن سوئیس و مهندس اصلی ساختش هم این آقاست، تیم برنرزلی انگلیسی. حتما میدونید که World Wide Web همون www که قبل از آدرس وبسایت ها معمولا میاد. تیم برنرزلی در 8 ژوئن سال 1955 در لندن به دنیا اومد. تیم از یک خانواده مهندس کامپیوتر اومده بود، چون هم مادرش هم پدرش دانشمند کامپیوتر بودن. شاید بعضیا بگن اینترنت نبوده کامپیوتر یعنی چی؟ باید بدونید که کامپیوتر خیلی قدیمی تر از اینترنته و خیلی کارایی داشته حتی بدون اینترنت. مثلا رفتن به کره ماه بدون کامپیوتر عملی نبود. و این چه سالیه؟ سال 1969، یعنی 32 سال قبل از اینکه اینترنت برای اولین بار آنلاین بشه. خلاصه کامپیوتر خیلی مهمه. پدر و مادر تیمم مهندسان کامپیوترن. جالبه که بدونید قبل از اینکه تیم به دنیا بیاد، پدر و مادرش در سال 1953 جزو اکیپی بودن که کامپیوتر فارانتی مارک 1 رو طراحی و ساختن. این اولین کامپیوتری بود که هر کسی میتونست بخره. حالا اندازش چقدر بود؟ اندازه یک اتاق 2x3. درسته خیلی بزرگ بود، ولی هر کسی که پولشو داشت میتونست بخره. ولی برای حمل و نقلش باید یک فکر مهمی میکردی، چون 5 تن وزنش بوده. آمار واقعی وجود نداره که این کامپیوتر چند بوده، اما وبسایت computerhistory.org میگه به پول امروز $120,000 پول این بوده. خلاصه خریدنش و حمل و نقلش و وصل کردنش خودش یک پروژه بزرگ بوده. برای همین مشتری شخصی اصلا نداشتن. اگرم میخریدن شرکت ها و خود دولت بودن. خلاصه مادر و پدر تیم برنرزلی توی ساختن و طراحی این کامپیوتر مشارکت دارن و تیم داره توی یک همچین خانواده بزرگ میشه. تیم میگه من انقدر از کار پدر و مادرم خوشم میومد که بدون اینکه اونها بگن من دوست داشتم کامپیوتر یاد بگیرم. یعنی از موقعی که چشم باز کرده بود داشت کامپیوتر رو میدید و یاد میگرفت. خودش میگه چون زوری نبود لذت میبردم. خلاصه تیم با نمرات خوب دیپلمشو میگیره و وارد دانشگاه آکسفورد میشه. اما نه تو رشته کامپیوتر، چون اون کامپیوتر رو سیر تا پیاز میدونست، چون از پدر و مادرش که استاد بودن یاد گرفته بود. برای همین رفت تو آکسفورد رشته فیزیک رو انتخاب کرد، رشته‌ای که بعدها تیم با اون تونست www یا همون World Wide Web رو بسازه. زمان میگذره و وقتی تیم به 25 سالگی میرسه، یعنی در سال 1980، سرن سوئیس تیم رو استخدام میکنه به عنوان برنامه نویس. برای یک مهندس کامپیوتر یا هر دانشمند دیگه‌ای کار کردن برای سرن یک افتخار بزرگ بوده و این شغل خیلی مهمی بود که تیم در سن 25 سالگی گرفت و تو سرن مشغول به کار شد. سرن از اولش نوآوری رو خیلی تشویق میکرد. یعنی وقتی یکی از مهندسینش میگفت من میخوام یک سری آزمایش انجام بدم، دست و بالش رو باز میذاشتن و اگرم چیزی برای آزمایش میخواست در اختیارش میذاشتن. یعنی یه جورایی اجازه میدادن طرف اختراع جدیدم بکنه، حتی اگر کاری که میخواست بکنه جزو برنامه سرن نبود. هزاران دانشمند و مهندس در کل دنیا برای سرن سوئیس کار میکردن. یعنی همه تو سوئیس نیستن. تیم از اولی که وارد این شرکت شد همیشه میگفت ارتباطات بین دانشمندان سرن خیلی مشکله. باید یک راهی پیدا کنیم که ارتباطاتمون راحت تر باشه. برای همین تیم برنرزلی هر موقع بیکار بود سرش تو فکر این مسئله بود و هر کسی از دانشمندای دیگر هم گیر می آورد در این مورد باهاش صحبت میکرد که یک شبکه‌ای بسازیم که هممون بتونیم در ارتباط باشیم. خلاصه حوصله‌تون رو سر نمیبریم. 9 سال تموم. تیم برنرزلی شب و روزش این فکر بود که دانشمندان سرن همه با هم در ارتباط باشن. اون بالاخره موفق شد در مارس سال 1989 یک برنامه‌ای بتونه بنویسه که حداقل کامپیوترهای تو خود سرن به همدیگه وصل باشن، اونم به صورت بیسیم.
وقتی به سال 1991 میرسیم، تیم دیگه فهمیده باید چیکار کنه. میتونه تقریباً هر کامپیوتری که آدرس سرنو بزنه باهاش مرتبط بشه. چیزی که خیلیا باور نمی‌کردن، میگفتن این نمیشه، اما شده بود. در 6 آگوست 1991 اولین وبسایت دنیا آنلاین شد. info.cern.ch. CH هم منظورش سوئیسه. البته مخفف اسم لاتینشه که من سعی نمی‌کنم تلفظ کنم. همین ساعتی که تعریف کردیم انقلاب اینترنت رو کلید زده بود. یعنی از این به بعده که دنیا برای همیشه تغییر میکنه. اما فکر نکنید تیم برنرز-لی این فناوری رو در این روزها به دست آورد. به دست آورد، اما اولی نبود. اولیش دست کسی بود که نمیذاش همه گیر بشه. پنتاگون یا همون وزارت دفاع آمریکا. اینها در سال 1969 اینترنت رو درست کرده بودن، اما برای اینکه فناوریش دست شوروی ها و اینا نیفته، مخفیانه نگه داشته بودن و نمیذاشتن بره بیرون. اما تیم برنرز-لی بدون اینکه از این اطلاع داشته باشه اینو درست کرده بود و باعث شد اینترنت خیلی زودتر جهانی بشه و فقط دست ارتش آمریکا نباشه. یک سری تئوری وجود داره که میگن ارتش آمریکا فناوری هایی داره که ما اگر بشنویم مخمون سوت میکشه و این فناوری ها وقتی قدیمی میشه و بهترش رو میسازن، اونو میدن بیرون که ساخته بشه و همه استفاده کنن، مثل GPS. نوشته شده که ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم GPS داشته، اما این فناوری رو بیرون نمیدادن تا اینکه بالاخره یک چیز بهتر ساختن که ما نمیشناسیم و این فناوری رو در اختیار دنیا گذاشتن. اینها تئوریه، یعنی 100% نمیتونیم بگیم درسته یا نه، اما GPS نشون میده که یک همچین داستانی هست. در هر صورت این تولد اینترنت جهانیه یا همون World Wide Web که بر اثر سماجت این مهندس عملی شده. البته خود تیم ادعا نمیکنه که همه کارو خودش کرده. میگه همه دانشمندان سرن در این کار سهیمن.